این مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 ناحیه عبدالرحمن جامی است. مؤسسه است که در آن شادروان سنت الله محمدوف تعلیم گرفته است. هیئت آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 با اجلاسیه مجلس وکیلان خلق ناحیه پیشنهاد نمودند که مؤسسه آنها نام سنت الله محمدوف را گیرد. مای سال 2022 همچون روزی سرحدبانان جمهوری تاجیکستان در جمهوری جشن گرفته می شود. یکی از خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 که جان خود را برای حفظ و امنیت این دولت از دست داد، امروز مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 ناحیه عبدالرحمن جامی به نام این شهید نامگذاری کرده شد. سنت الله محمدوف 8 ینوری سال 2001 در دهه لنین ناحیه عبدالرحمن جامی در عائله کارگر به دنیا آمده است. مرحوم پس از ختم مؤسسه تعلیمی رقم 3 به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان پیوست. این جوان 21 ساله ضمن خدمت حربی بهر حمایت خاک وطن دلیری و مردانگی نشان داده در نتیجه تیرپرانی روز 10 مارس سال 2022 قهرمانانه هلاک گردید. من بود سید خوجا رهبر سیستم محمد سنت الله بودم. وقت تحصیل در این سن 5 سال حیاتش در همین سن گذشته است و در اینجا در میز سیوم نشستگی بود، در درس‌ها فعال بود و دوستانش خوب رفتار میکرد و حاضر جواب بود. بچه با مهارت بود در همه ساحه‌های حاصل کردن فن‌های طبیعی روزی زبان ادبیات. محمد سنت الله با مهری بزرگ وطن قدم‌های استوار خود را به مکتب گذاشت. او همیشه فعال بود، کوشش میکرد با مهری بزرگ وطن به وای رسد. با این جسارت مردانگی او به صف قوه‌های مسلح رفت و با امر تقدیر در سرحد وطن دلیرانه جان خود را از دست داد. کم نفرانی هستند که برای حمایت مرز و بوم وطن جان خود را نثار سازند، ولی او از زمره نفرانی است که نام خود را ابداً باقی گذاشت. اطلاع ما در همین مکتب دوره 11 سالی خوانیش گذراند. بعد ختم مکتب تا با صف ارتش رفتن در همینجا می اومد بازی میکرد. بعد یک روز گفتم ای بچه وقتی برای در خونه تو کار کم میگه که معلم ولی من اگر عسکری رفتم اومدم کو همینجا یک کماند میکنم. انا جوانی با چکونی و با سرعت بوده هم بازیات خودش ای دیگر رو فرق میکرد. هم من در رفتی بازی های خودش من با اون بچه بسیار غم‌انگیز شدم که هم خیلی جوانو بیکار رفتن. محمد سنت الله یکی از جوان بهترین و در وقتی دعوت به صف ارتش ملی به صف خدمت سفربر شد و در بین سرحد قزاقستان تاجیکستان برای حفظ وطن جانش را سرآغاز سخن مرد است و مرد است، فروغ انجمن مرد است و مرد است، جوان مردان محافظند و سرباز، سرابان وطن مرد است و مرد است. این سیمفونه قدمجوی مرحوم محمد سنت الله است. مرحوم محمد سنت الله تربیت وطن دوستی خود را محض در همین سن آغاز نموده است و این در و دیوارها شاهدان دوران مکتبخانه او هستند. او پیوسته میکوشید که در صنف فعال باشد، در و دیوار صنفخانه با او افتخار کنند و امید می‌بندیم که این در و دیوارها شاهدان چندین قهرمانان دیگر ملت می‌گردند. محض همین مرد شجاع وطن برای حمایت مرز و بوم، برای حمایت خواهر و برادر و برای حمایت تاجیکستان عزیز جان خود را نثار کرد. روحش شاد باد. برای حال پرسی والدان سنت الله محمدوف، قربان حکیم زاده رئیس ولایت ختلان به ناحیه عبدالرحمن جامی سفر کرده به این خانواده از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان کمک پولی و مالی رسانیده شد. رئیس ولایت ختلان قربان حکیم زاده دستور داد که برای به اتمام رسانیدن منزل نیم ساخت این عائله مساعدت نماید.